أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که این حدیث را اعل بالارسال میگن که حدیث مرسل است که مرسل حدیثی است که تابعین میگوید که پیامبر گفتند، یعنی صحابه را از بین میبرد. این را ارسال میگویند. این حدیث در سنن ابو داوود شماره اش 2162 می باشد. میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ملعون من اتی امرأته فی دبرها. ملعون لعنت شده است مردی که همسرش را وقتی که همبستری می شود بجایی که پیامبر بر الله و رسول من کرده است به او خفت خواب می کند، مثلا از قفایش که جای زهری بدن انسان می براید از به آنجا می خفت خواب می کند که پیامبر گفتن ملعون لعنت شده گفتن، زیرا الله میگوید النساء حرث لكم فأتوا حرثكم ان شئتم. زنها کشتزار شما هستند، به کشتزارتان چی خیل بخواهید یعنی همبستری شوید، یعنی به جایی که فرزند در آنجا پیدا می شود به آنجا خفت خواب بکنید میگوید، هم جما بکنید میگوید. اما امروز بعضی مردهایی که به مروءت هستند همسرهای خود را مجبور میکنند به جایی که زهری انسان بیرون می شود به آنجا خفت خواب میکنند، که جایی که شرمگاه انسان در آنجا وقتی که وارد شود بویناک می شود. فطرتی بیزیب دارند که این فطرتی سالم نیست. برای این پیامبر گفتند که لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة فی دبرها. الله در روز قیامت مردی که با مرد چنان کاری هم یعنی علاقه جنسی میکند یا که زنش را از همان جایی که دبر میگویند از آنجا خفت خواب میکند، در روز قیامت الله به او نگاه نمیکند بلکه به خشم نگاه میکند. الله امر کرده است که باید آن نطفه که انسان دارد وقتی که با همسرش خفت خواب بکرد هم بستری شرعی شد، این صدقه می باشد. وقتی که هم بستری این مرد با زنش همخوابی میکند با هر یک همخوابیش یک صدقه می باشد. اما وقتی که از قفایش از دبورش جایی که زهر بدن می برد وقتی خفت خواب کرد، این همون صدقه به جایی به گناه یعنی گناهگار می شود. وقتی که صحابگان پرسیدند گفتند آیا ما وقتی که خفت خواب بکنیم این صدقه است؟ پیامبر گفتند که بله این صدقه، هر یک این همبستری شما صدقه می باشد. اما مردهایی که فطرت ناسالم دارند زنهای خود را به چنین کاری بعد که دبر میگویند به آنجا خفت خواب میکنند، این یکی از گناهان کبیره می باشد. زنک در این حالت میتواند که طلبی یعنی عقد نکاحش را فسخ میکند، از بین ببرد. و زن باید وقتی که مرد بگوید که من از همانجا خفت خواب میکنم، یعنی در این وقت با تمام قوهش ناراضگی بیان بکند و حتی به امام های مسجد خبر بدهد که طلاقش طلب کردنش به روز یعنی شریعت اجازه داده است، باید راضی نشود. طلبی فسخ کردنی نکاح را، عقد نکاح را دارد وقتی که مرد مجبورش میکند. ببینید که اولین که لعنت شده است این ابلیس لعنت شده است. سپس لعنت شدگان بسیار است از انسان‌ها که شراب نوش و ریباخور و اینچنین مردی که زنش را
از جایی که شریعت من کرده است خفت خواب میکند، او برادری شیطان است که لعنت شده است. ملعون من اتى امرأته فی دبرها. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.